امروز قراره با 50,000 تومان و 1,000,000 تومان در مقابل آبجیم آشپزی کنیم. دل من زلال است. و آخر سر به هم دیگه نمره بدیم تا ببینیم که کی برنده میشه. بدون معطلی بریم که بودجه رو مشخص کنیم. خب آیسا. نه من چشم درد گرفت، نور زیاده. نه بخند، نه من جدیم. خب ماتریکسو که دیدی. نه بخند، نه من جدیم. اول اینکه شجاعت تو تحسین میکنم که اومدی اینجا و باخت تو قبول کردی. اینو واقعا ریسپکت. حالا بازی چجوریه؟ چجوری قراره تعیین شه که کی بودجه اینجوریه که باید با سنگ همو بزنیم، هر کی نجات پیدا کنه. جدا از روش‌های باستانی داخل این جعبه یا 50,000 تومانه یا اینکه 1,000,000. و از ریاکشنای من باید حدس بزنی که این تو چیه. 2 تا حق انتخاب داری، یا میتونی بگی که من نگه دارم اینو، یا میتونی جعبه رو از من بپرسی. خب آماده ای؟ چشاتو ببند، من به اون دوربین نشون بدم. اشغالو نگاه کن. ببند چشاتو، ببند کامل. پوکر فیس آن. میتونی ازم 3 تا سوال بپرسی ولی میتونم راستشو نگم. نه هیچی. اشغال تو باستاب نبینی. 1,050,000 تومان. نه مطمئنی؟ حدس میزنی داخل این؟ بذار حرفم تمام شه. خب بیا ببین چطوره آقا. The moment of truth. لحظه موعود. 1,000,000 اونوریه. این 1 تومن رو بهت دادم چون میدونم که با اینم نمیتونی هیچ کاری بکنی. No offense. الان که قیمت ها مشخص شد بریم که خریدامون رو انجام بدیم و ببینیم که چی قراره درست کنیم. Let's go. قبل اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو، از 8 ماه پیش که شروعش این ویدیوه تا همین الان آخر ویدیوها یه سری کلمات گذاشتم که اگه به ترتیب کنار هم بذاریشون یه پیام مخفی توش داره. بعد اینکه این ویدیو رو دیدی به ترتیب از اون ویدیو تا همینجا رو نگاه کن و کلماتو کنار هم بذار تا ببین که چه پیامی مخفی به دست میاری. و جدا از اینا کامنت ها هم قراره شات اوت بدم، پس شاید کامنت تو هم توش باشه. پس سعی کن تا آخر ویدیو ببینی که چیزی از دست ندی. حالا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. نه من گرین چاویسان. خب من یه ورود هیجان انگیز میخوام داشته باشم. سلام آریا رمزی هستم، پینشو پدرت، همونجور که میدونید با کلاه معروف همیشه تو همه ویدیو هست. خریدامون رو انجام دادیم و ببینیم که اوف 50 تومن چی خریدی؟ بذار بهت بگم که من چیا خریدم. 2 تا نودل و 4 تا ناگت که من اینا رو مثل خارجی ها سنتی حساب میکنم. دونه ای میفته 1,000 تومان. نه کمه 1,000. 5,000 تومان حساب کنیم میشه 20,000 تومان. اینا 30 دقیقاً 50,000 تومان. آره این بود از محصولات من. خب نوبت تو. پاستا خامه، پنیر خامه، پنیر پیتزا بدون خامه. یه سری محصولات رو داشتیم تو خونه ولی خب قیمتش حساب میشه. فکر نکنم در بریم مثلا. یه تومن برم. تایمی نیست ولی سریع غذا تو آماده کن. دیگه من نمیدونم. میکروفونم دست خودم میمونه. یه داشه گلم نمیتونم. حالا برو کنار زینو ببندم. ببین نگاه کن بذار یاد بدم. من نمیتونم اصلا عجیبه. من دارم به رقیبم کمک میکنم. دیگه به هر حال دل من خیلی پاک و رعوف. I need abundance. راستی لباسم هم میخواستم توضیح بدم. رو لباسم تو چی نوشته؟ You can be whatever you want to follow your dreams. اینو من واقعا بهش قبول دارم. اعتقاد قلبی دارم به این داستان. مرغ‌های آیسا رو خورد کردم. من نمیدونم برده‌داری چیه. خوب نیست؟ بسا. تو آفریقا غذا ندارم بخورن. تو همینم قانع نیستی. میدونستی تو آفریقا وای فای دارن غذا ندارن. دستم رفت تو آب مرغ. واقعا بالا میادم. بهتره که اصلا این کار کثیف رو تمامش کنی. رفیق آلفرد یا اینجا چی پامنی؟ آروش. این پیازم تو قیمتات حساب میشه. اصلا 100 تومن پیاز 100,000 تومانی.
مافا برو مافا. من اولش خوابم میومد چون 4 ساعت به زور خوابیده بودم دیشب، ولی الان I'm back on my feet and I'm back in attraction and I'm back in and I'm back in yes. چی؟ left foot right foot left. چرا باحال آیفون. بهتره که سریع غذا رو تموم کنی چون اگه زود تموم کنم میخوام کرم بریزم فقط. من آشپزیمو شروع کنم اگه اجازه بدید. ظرف نداریم. باید با همینا که داری سر کنی. بابا گم شو قسم بدمزه میشه. بابا دفعه پیشم خوردیم خوب بود دیگه. نه بابا رفت خرید. نه اصلا اجازه نداری. اینا بیکینگ پودره، وانیل خالص، پودر نارگیل. آریا بهترین یوتیوبره پشمو. پودر ژلاتین. اصلا نداریم. میخوام به جای سس خردل بریز. نداریم خردل. left foot right. میری خودت واقعا حوصله ندارم. تو هیچ وقت حوصله نداری. دارم میکروفون دارم میگیرم. کمرم گفته بهم دست تو دماغم نکن. ای کمرم. آخه آقا من ریتایر شدم. حالا آشپزیمو در آوردم. خب من یه ظرف پیدا کنم توش نودلامو بپزم و دیگه واقعا چیز جدیدیه برام. وای نخوری به من. نخوری. اونجا رو من میخوام. دقیق شعله ها میرسه به هم. شعله همش گوش. نودل من میدونی چیه؟ همش گوش. استراتژیت واسه برنده شدن چیه؟ بازیای روانی. همش گوش. فهمیدی که چیه؟ نه همش delicious man, no fun on cat. You told the story like Shorty was feeling you. She told the story like she spilled the booze you. They wanted to stop it but they couldn't stop it. Glock. اوه راست با من زیر اینا روشن نکردم. 3 ساعت گذاشتم اینجا. نگاهی داره اینو. مایتارا داشتم زیرش رو روشن نکردم. وای این شعله رو روشن. به نظرت 365 تا تولد داریم یا 8 میلیارد؟ میدونستی تو اگه به سنگ دست بزنی و پرتش کنی توی دریا بیفته بره ته دریا، تو آخرین و اولین نفری بودی که به اون سنگ دست زدی؟ اولی شده؟ بذار نشون بدم غذاها رو. قارچ و آب واسه پاستا و توش مرغ من. من سابقا تو این چیزا خیلی خوبه. یا خدا دوربین داشت میافتاد پشمام ریخته. ساعت این افتاد. حمود حبیبی حمود حبیب. آخ من میتونم ناگت هامو سرخ کنم تا این مدت. شاید ADHD نمیذاره کارمون برسیم. خب من میخوام ناگت هامو سرخ کنم الان. خوش تیپ ما تا نیمه های راه رفتیم. کار من که حداقل نصف شده. Let's go. آخرش رسیدم ولی خب آخه جیپام آیسا چقدر ادیت های کات شدن یوهویی میشه که مثلا میخوام ات مشت بزنم یهو کات. Follow your dreams man. You can be whatever you want. You can do whatever you want. No one can tell you shit. استاد میشه فارسی بگین؟ دنبال رویاهاتون برید. نذارید کسی جلوتون بگیره. اسم این سری رو میدونی میخوام چی بذارم؟ کوکینگ شو پدرت. کوکینگ شو پدرت. آره خوبه. کوکینگ شو پدرت. کوکینگ شو پدرت. هر دفعه هم یه مهمون متفاوت، بعدن شاید با یوتیوبرای، شاید که قطعا با یوتیوبرای دیگه هم خواهم گرفتش. یوتیوبرای دیگه و آدم‌های جدید و خفن خواهم ادامه داد این سری. میخوام ناگتامو بندازم سرخ شه. Stay good there little boy. Sleep well bro. Sleep well niggas. از دیوار داشتم فیلم میگرفتم. سس و خامه. البته پیشنهادی که من میدم بهت دیگه به هر حال. ای بابا پیش میاد. تو داری سابوتاژ میکنی منو. آره بذار من هیچ بردارم از اینجا اجازه بدی. منو سابوتاژ میکنی.
فلفل ریختم تو غذا. ای وای مثل هواپیما. نکنم آره میسوزن البته لازم داشتی تا یه حد بذارم سر جاش. برو اون نمیخوام دلم سوخت. وای دهان مراقب باش. بذار زمین. Damn, be careful. نودلا میره داخل. Emerging in water and shit, you feel me? سخت ترین کار دنیا نودل پختنه. شبا دیدید گشنتون میشه نودل میخورید. سخت ترین کار دیگه. اگه قبول دارید تو کامنت ها بنویسید. اوکی. خب دیسکاستینگ. چقدر خوشگل شده بابا. این از سست، اینم از غذای من تا اینجا. اینم از ناگت های من. بله بله. میخواید آویزون کنیم این بالا دوربینو؟ دوربینیم بالا باشه مثلا ویدیو آشپزی. گوشی افتاده. شیر. یه بار دیگه هم بریز. واسه نمایش بس واسه. ولی سخته ادیت اینا. میدونی چی میگم؟ دو تا دوربین. I'm fucked basically. یه چنگال به من بدین. ناگت همون سوخت. حالا وقتشه که بریزیمش آشغالی. Don't waste food my brother. اوف اینو نگاه. اوف به به. آفرین راضیم ازت رفیق. آهای شت. پایه دوربین سوسی شد. من اونور کار دارم. میگم تو میتونی بری رو اون بذار ناگت هم آماده شدن. ناگت همون سوخت تیست تست ناگت های سوخت سوخت. ناگت همون سوخت خوشمزه نیست. عالیه. ناگت همون سوخت. دهیم نودل و جذابیت. من غذام آماده شد. نودلم پخت با ناگت هم. ناگت همون سوخت. حالا بریم که تزیینش کنیم. اوف. غذای من اینجاست. چیل و ساده نیازی به آرامش. این پیتزا هم باید بزنی میگم یه چیزیش کمه یه شوری طورش چه بوی خوبی داره به به. گشنم شد. یه ذره ماکارونیش زیاد شد بعد موادش بیشتر باشه ولی در کل ولی خب واسه خوشمزه. آفرین چه کشی میاد آفرین. خب حالا نوبت غذای من. ساوند افکت تولید کردم خودم. غذاها آماده شد. پستم داره توست میشه. آفرین. آقا غذای من آماده شد. آیسا هم غذاش تموم شه. میریم سراغ نمره دهی و ریتینگ. اولین غذا نوبت منه، یعنی غذای 50,000 تومانی. Let's go. خب میتونم برونو مارس بخونم. Talking to the میدونی بهش میگم اسم این غذا The Shepherd's Noodle. بخور و نظرتو بگو. باشه من نودل در کل دوست ندارم اونقدر نمیخوام. میخوام ناگهش رو با نودل با هم بخورم. برای 50 تومن غذای خوبیه. خوبه؟ آره ناگهتات یه ذره سوخته فقط. ناگت ولی همون نه. سوخت. طعم سوختگی نمیده ولی ظاهرش مشه. اوکی. پس بزنید. Alright, next food. غذای بعدی یعنی 1,000,000 تومان پاستا. Let's go. Let's see what we have on the table. Or should I say on the plate. البته برعکس کنید اینا رو. خب بریم که من تست کنم. وجدانم اصلا شما درد نکنه. خب با دست باید بخورم دیگه درسته. نونا رو میخوام تست کنم. خیلی خوشگل ترجمه نظر میرسه. پفک خوشمزه است. سربلندم کردی رفیق. خوشمزه است. برای 1,000,000 خوبه. گارسون خوبی هم هستی. خوب بود. راضیم. آفرین. راضیم کردی رفیق. حالا بذارش رو میز. حالا بریم نمره بدیم. قبل اینکه بریم سراغ نمره دهی وقت شات اوت کامنت هاست. داوش گلم، ایتسومیدی و کوروکسو که کامنت گذاشتن. کوروکسو دفعه پیشم کامنتت بود تو ویدیو. خوشبالت. چقدر شانس خفنی داری. چقدر آدم خوشوقتی هستی. اگه شما میخواین کامنتتون تو ویدیو بعدی باشه حتما کامنت بذارید. اینستا هم حتما فالو کنید یادتون نره. مرسی. سلام. آقا وقت نمره دهی درسته. بهتر شد که صفر بود دستتو اصلا نشستی حتی یه بار. بهداشت که اصلا رعایت نشد به نظر من. غذام برای 50 تومن خیلی ساده بود. یه ذره حداقل کار می‌کردی. باشه. ولی غذا خوشمزه بود. یه کاری می‌کردی نودل درست کردی باشه کنارش 2 تا دونه قارچ می‌زدی. در کل بد نبود. خوشمزه بود ولی تو کاری نکرده بودی براش. محیط کار خوب بود. عام بود. خوب اذیتش کردم. حال داد. در کل بخوام یه نمره کلی بدم خوبه. این به نظرم نمره خوبه. چی شدیم از 10؟
8 از 10 چون همیشه جا برای پیشرفت وجود داره. اینم از این. به نظر شما کی برد؟ حتما تو کامنت ها بگید. یا به نظر شما کی برد؟ یا به نظر شما کی به نظر شما کی موس؟ بلند. میدونستی تو آفریقا وای فای دارن غذا ندارن؟